دوستان به کانال کندی شب شروین خوش اومدید. بریم با هم دیگه یه نوشیدنی خنک و لاغر کننده درست کنیم. یک موز کامل، یک عدد سیب سبز رو هسته هاش رو میگیریم، یک لیوان شیر و یک چهارم لیوان دانه چیا که خیس خورده باشه. خب همه این مواد رو داخل مخلوط کن میریزیم و دانه چیا رو بهش اضافه میکنیم و میکسش میکنیم. خب این معجون رو بذارید توی یخچال تا خنک بشه. به عنوان شام یک لیوان پر میل کنید. نوش نگاهتون. خب از این معجون به عنوان وعده شام میتونید یک لیوان سرپر میل کنید. من روش پودر نارگیل هم میریزم. این خودش خاصیت لاغر کننده داره. نوش نگاه.